الله الرحمن الرحیم. خب خدا رو شکر که رسیدیم به جلسه دیگه، داستان دیگه، سیمای دیگه از سیمای یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، سیمای بانوی بزرگوار، صحابیه بزرگوار امامه بنت ابوالعاص. خوب داشته باشید، امامه بنت ابوالعاص. ببینید امامه بنت ابوالعاص کی هست؟ متاسفانه حتی بسیاری از دعوتگران اسلامی نام یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم و بسیاری از این لحظات تاریخی رو نمیدونن. به خاطر گفتیم فاصله ها خیلی رخ داده، از تاریخ این ور اون سر دنیا، این سر دنیا، از شرق غرب، سریال ها، فیلم ها، همه چی رو میبینیم، اما وقتی که به تاریخ خودمون میرسه، آیینمون میرسه، آگاهی نداریم. خداوند انشاءالله خیر و نصیب ما بکنه، بتونیم گام‌هایی رو برداریم برای آشنایی و فهم بیشتری مسئله. برای داستان امروز ما یا سیمایی که امروز می‌خوایم با هم بخونیم، سیمای امامه بنت ابوالعاص هست. کسی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم خیلی نسبت به ایشون محبت داشت، محبتی که به کمتر کسی داشت مثل ایشون. فقط مگر مثلا در حد حسن و حسین تصور بکنید. ببینیم داستان چی هست. بحث کریمه ابنت الکریم، بانوی بزرگواری که دختر بانوی بزرگواری دیگه است. این چی هست؟ حدیثی که از خاندان پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم نقل میشه که خب بالاخره این احادیث زیبا هست، این حالات مطالبی که گفته میشه، یعنی از اون جریان قلب‌های انسان، روحیات انسان رو صیقل میده. طبیعت انسان، حالات انسان دارای یک شفافیت و ویژگی و روحانیت خاصی میشه و خب امامه بنت ابوالعاص هم یکی از همین بزرگواران هست، یکی از اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست که پیامبر خدا نسبت به ایشون خیلی محبت داشته. محبت ایشون رو پیامبر خدا در قلب خودش داشت، نسبت به ایشون توجه داشت، ایشون رو گرامی می داشت، ایشون رو در حالی که کودک بود در بغل خودش حمل می کرد، جا به جا می کرد و خیلی توجه خاصی به امامه داشت، به این دختر کوچک، چرا که ایشون نوش هست. داستان امروز ما امامه دختر ابوالعاص نوه رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. ابوالعاص ابن ربیعه که ایشون از قریش هست، داماد رسول خدا صلی الله علیه و سلم. پس امامه میشه دختر رسول خدا، نوه رسول خدا. مادر ایشون کیه؟ خب زینب دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. امامه دختر زینبه، امامه دختر زینب که دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. امامه پس میشه نوه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. خب زینب بزرگترین دختر پیامبر هست. خب ایشون هم جدا از این دختر پیامبر فضیلت هجرت رو داره و جزو زنان پاکدامن صدر اسلام و برگزیدگان صدر اسلام به حساب میاد. خب مادر بزرگ امامه کیه؟ مادر بزرگ امامه حضرت خدیجه رضی الله عنها هست. ام المؤمنین خدیجه هست، سرور زنان جهان، اولین کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایمان آورد قبل از هر کسی دیگه. خب این مادر بزرگ ایشون هست. ببینید تمام این مناقب و این منازل رو داشته باشید، از پدر بزرگ و از مادر بزرگ و از مادر و خاله و خالش که حضرت فاطمه، بعدم سیدالنساء اهل جنه هست. خب ایشون طبیعی که این همه ویژگی و منزلت داره. خب خودش هم زن عاقل و بانوی بزرگوار و عاقل و با دیانتی اهل دین هست و جزو کسانی که از یاران بهشتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل میشه. ببینیم پدر ایشون کیه؟ پدر ایشون ابوالعاص هست، یعنی همسر زینب که داماد رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشه ابوالعاص هست. خب ایشون داماد پیامبره، پس پدر امامه میشه ابوالعاص که همسر دختر پیامبر زینب هست. و ابوالعاص که در واقع پسر خواهر حضرت خدیجه است، یعنی زینب دختر پیامبر با ابوالعاص پسر خاله دختر خاله با هم بودن. خوب درتون پسر خاله و دختر خاله بودن، چرا که مادر ابوالعاص حاله بنت خویلد هست، مادرش حاله بنت خویلد هست و خب طبیعتا اینجا پس میشن دختر خاله و پسر خاله صلی الله علیه و سلم. دختر خاله پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خب توجه خاص به اینها داشت و به این بیشتر میرسید و خب این داماد نزدشون یک شرایط ویژه‌ای خاصی در اون موقع داشت. امام ابو داوود در این مورد نقل میکنه، ابو داوود سجستانی با سندی که داره از علی ابن الحسین. علی ابن الحسین اصطلاحاً همون امام زین العابدین هست. دقت میکنید در یک حدیث طولانی نقل میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم
در مورد ابوالعاص چی گفت؟ حدثنی فصدقنی و وعدنی و وفا له. روایتی که علی ابن حسین نقل میکنه، خوب دقت بکنید، علی ابن حسین نقل میکنه، فرزند حسین که باز این هم جزو نوادگان رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت هست، میگه که در روایت اینی که پیامبر در مورد ابوالعاص نقل میکنه، دامادش، که با من سخن گفت و راست گفت و به من وعده داد و به وعدهش وفا کرد. خب داستان چی؟ خب ابوالعاص مسلمان نشده بود، دختر پیامبر خب زینب مسلمان شده بود، از هم جدا شده بودند و بالاخره زینب مهاجرت کرده بود به مدینه و ابوالعاص در صفهای مشرکین بود، در جنگ بدر اسیر شد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به خاطر دخترش با اجازه یاران خودش، بالاخره اونها محبت کردن، گفتن تو شما دختر شما رسول الله، ما چطور میشه خوشنودی شما راضی نباشیم؟ چیکار کرد؟ ابوالعاص رو راضی کرد، آزادش کرد. ابوالعاص رو آزاد کرد. البته شرط هم این بود که ابوالعاص زینب رو مثلا بفرسته و در هر صورت ابوالعاص قبل از فتح مکه هم مسلمان شد، اسلامش هم اسلام نیکویی شد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم دوباره زینب رو به ابوالعاص برگردون، دوباره با هم ازدواج جدید داشتن. برخی میگن نکاح جدید بود، از میگن بر همون نکاح قدیمی. حالا مهم اینه که دوباره اینا زندگیشون رو تشکیل دادن و ابوالعاص هم در واقع یکی از قهرمانان و شجاعان مدرسه نبوت هست و یکی از انسانهای با وفا و مردان بزرگوار اسلام هست که ایشون در سال 12 ذوالحجه از دنیا میره. ابوالعاص فرزندی اینها به دنیا میارن به نام امامه. خوب داشته باشید، یعنی زینب فرزندی به دنیا میاره به نام امامه که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. خب ایشون از مادر خودش شیر میخوره و تحت نظارت این مادر داره تربیت میشه و خب تقوا و دانش و اینها، صلاحیت، همه اینها رو داشته باشید. مادر بزرگواری که خب ایشون دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. پیامبر هم نسبت به امامه خیلی محبت داشت، علاقه داشت و باش بازی میکرد، شوخی میکرد، مثل هر پدر بزرگ دیگری که طبیعی هست و سعی میکرد براش مکانت و منزلت خاصی داشته باشه و توجه خیلی ویژه‌ای به اون داشته باشه و سعی میکرد به هر طریقی محبت اون رو نشون بده. در سال 8 هست که توفیت زینب بنت النبی که دختر پیامبر زینب از دنیا میره، سال 8 هجرت. هنوز قبل از اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دنیا بره، دخترش زینب هم از دنیا میره و خب امامه میمونه از مادرش که دیگه مادرش از دنیا رفته و در حالی که هنوز خودش به سن بلوغ نرسیده و این غم و اندوه خب نه تنها برای رسول خدا سنگین هست، حتی برای امامه که خب مادر خودش رو از دست داده. که خود روایتی هست در مورد امتیه که میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر ما وارد شد و زمانی که دخترش زینب از دنیا رفته بود گفت اینو 3 بار بشورید یا 5 سال یا 5 بار یا بیشتر، بعد با آب هر چقدر خودتون صلاح میدونید که بالاخره لازم هست اون برای شستن، و با آب بشورید با سدر رو، آخرش هم کافور اضافه بکنید که اون بر همون رسمی که عطر و معطر داشته باشه و وقتی تموم شد کفن رو انجام دادید، غسل و کفن رو منو خبر کنید. میگه ما اومدیم و پیامبر رو در جریان گذاشتیم. پیامبر خودش بالاخره بر ایشون نماز جنازه خوند و ایشون رو هم در بقیع دفن کردن در مدینه منوره. خب پیامبر توجه خاصی به امامه داشت و متوجه هم بود که امامه بالاخره در فقدان مادرش اندوهگین هست و خب پیامبر بیشتر توجه میکرد، توجه خاصی داشت که کسی مثل این چنین توجهی به پیامبر نداشت مگر به حسن و حسین رضی الله عنهما که خب سیدا شباب اهل جنه هستند. پیامبر خدا خب ضمن گفتیم به ایشون توجه داشت. یک مورد خیلی جالبیه که در روایت نقل میشه، نکته رو داشته باشید، این ظرافت زیبایی رو. میگه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح اومده که ابی قتاده نقل میکنه که میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه ما منتظر بودیم که پیامبر برای نماز ظهر یا عصر بیاد که بلال بالاخره اذان داده بود برای نماز که بیان. پیامبر دیدیم اومد. پیامبر اومد، امامه بنت ابوالعاص که بالاخره نوش هست دیگه، یعنی نوه پیامبر امامه، میگه که روی گردن پیامبر مثلا سوار بود، خودشو گرفته بود گردن پیامبر. رسول خدا صلی الله علیه و سلم همینجوری میگه توی محراب نماز اومد، تو موقع مسجد قرار گرفت و خب ما هم پشت سر پیامبر ایستادیم و پیامبر همینجوری بالاخره فکبرنا، پیامبر تکبیر گفت، نماز رو گفت، ما هم شروع کردیم نماز رو.
سوره حمد خوند پیامبر، مثلا سوره دیگه هم خوند. وقتی که پیامبر خواست که رکوع بکنه، ایشون از گردن خودش باز کرد، گذاشت روی زمین، رکوع کرد، سجده کرد. وقتی که از سجده باز پیامبر بلند شد، باز دوباره ایشون رو گرفت، باز این اومد خودش رو گردن پیامبر. خب بچه‌ها دیگه این ابراز علاقه رو میکنن و پیامبر دوباره اینو در همون گردن خودش گذاشت، مثلا روی پشت گردن خودش، یا همون حالتی که حالا شاید من نتونم دقیقاً توصیف کنم. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تا پایان نماز به همین صورت بود، تا پایان نماز به همین صورت. وقتی به رکوع و سجده میرفت ایشون رو پایین میذاشت، بعد دوباره باز ایشون رو دوش پیامبر یا به گردن پیامبر آویزون میشد. و این نکته رو داشته باشید. من فکر نمی کنم نیاز به شرح و توصیف بیشتری داشته باشه. اولا نسبت به کودکان، نسبت به خردسالان و توجه و محبت، که ببینید رسول خدا صلی الله علیه و سلم که مهمترین رکن اسلام نماز هست، با وجود این در نماز ببینید که نسبت به این نوه خودش چگونه توجه داشته. و ما این حس رو داشته باشیم که کودکان رو نسبت بهشون محبت داشته باشیم، نسبت بهشون احترام داشته باشیم، توجه داشته باشیم. و این نگاه واقعیه که باید نسبت به کودکان داشت. و تربیت در واقع به این معنا هست. متاسفانه کودکان بچه‌ها رو از مساجد میزنن، جوانان رو میزنن که دیگه ممکنه مساجد خالی بشه. در هر صورت گفتیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اونقدر به این توجه داشت که یکی از موارد خاصش اینه که میگن نجاشی برای پیامبر بالاخره یک پارچه چیزی رو فرستاده بود که در اون پارچه بالاخره یک جواهرالاتی بود، مثلا یه خاتم من ذهب فسه الحبشی، یا مثلا انگشتر طلایی بود، یه چیزی بود مثلا خیلی خاص بود و ارزشمند بود. پیامبر اینو به امامه داد رضی الله عنها. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینو به امامه، به نوه خودش داشت. خب ببینید توجه داشت. ببینید نکته خیلی جالبه. این من میخوام خلاصه ماجرا رو نقل بکنم که ام المؤمنین عایشه نقل میکنه. میگه وقتی که اینو آورده بودن که این چگونه بود، میگه ما همه توجه خاص کردیم و نگران بودیم هر کدوم از ما که خدا پیامبر میخواد به کدومی که از همسراش بده. اون حس بالاخره رقابت زنانگی برای ما بود. شاید اون حسی که من نسبت به بقیه داشتم که به کی داده خواهد شد، که چون پیامبر گفت من میخوام اینو به محبوب ترین کسی که نزد من هست بهش بدم، به محبوب ترین کسی که نزد من هست بالاخره میخوام بهش بدم این هدیه رو فلان. ما گفتیم خب بس به هر کی بده اون از ما محبوب تره. تا اینکه دیدیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم این رو به امامه داد. این رو که به امامه داد، خب میگه امامه داشت تو خاکا بازی میکرد و فلان، رسول خدا گفت نظرت چی و فلان، اینو بهش داد. و دیگه ما میگه اینجا خیالمون راحت شد. این توجه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو داشته باشید. ابوالعاص خودش در سال 13 هجری از دنیا میره و وصیت میکنه که امور دخترش به دست پسر داییش، که دیگه پسر در واقع داییش زبیر دایی چیز میشه، امامه میشه، به اون واگذار بشه. و اون هم بالاخره زبیر هم این رو به حضرت علی میده. یعنی بعضی که حضرت فاطمه رضی الله عنها سیدة النساء اهل جنه از دنیا میرن، حضرت علی به خواستگاری امامه میره و بالاخره زبیر هم چون اینجا مسئولیتی چیز داشت این رو به همسری حضرت علی در میاره، که میگن این سفارش خود حضرت فاطمه بوده، که یعنی به حضرت علی گفته بوده که خودت با این ازدواج بکن. بالاخره دختر خواهرش بوده، گفته با دختر خواهر من ازدواج بکنی بعد از مرگ. و حالا مواردی که اینجا نقل شده اینها ذکر شده که حضرت علی زمانی که وفات خودش نزدیک شد گفت که این اگر تو فکر میکنی با کسی دیگری لازم ازدواج بکنی، حالا با ایش حضرت علیشون زندگی کرد و بالاخره فرزندی از ایشون از حضرت علی نداشت، اما گفت اگه خواستی بعد از من با کسی ازدواج بکنی برو با مغیرة ابن نوفل ازدواج کن. معروفه که بعد از که حضرت علی به شهادت رسید امیر معاویه رفت به خواستگاری ایشون هم بلافاصله به طرف مغیره فرستاد، گفت اگه میخوای ازدواج کنی من حاضرم باهات ازدواج بکنم. مغیره هم اومد و بالاخره حضرت حسن رضی الله عنه چیکار کرد؟ ایشون رو به عقد مغیره در آورد و بالاخره تا زمان خلافت امیر معاویه ایشون همسر مغیره بود و هم از حضرت علی فرزندی نداشت و هم از مغیره. و در واقع میتونیم بگیم که ایشون از دنیا رفت و به عبارتی از زینب دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرزندی دیگه باقی نموند، به جز حضرت فاطمه سیدة النساء اهل جنه از کسی دیگری فرزندی از دختران پیامبر باقی نمونده بود. و
خیلی فکر کنم مختصری بود از اون چه که ما باید میدونستیم. امیدوارم که خداوند آگاهی‌های ما رو نسبت به مسائل دینی و فهمون بیشتر بکنه. تا روز دیگه و جلسه دیگه و داستان دیگه و سیمای دیگه از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.